بچه‌ها از درس جلسه آخر که خیلی تخصصی بود فقط یه سوال 3 نمره‌ای میدم که فقط اونایی که درسشون خوبه جواب بدن. 17 نمره مابقی رو یه سوال آسون میدم که همتون جواب بدین. مرسی استاد. خواهش میکنم. خب بچه‌ها سوالا رو میخونم بنویسین. سوال 3 نمره‌ای. مطلوب است محاسبه انتگرال لگاریتم x در مبنای سینوس پی درجه به توان ای وقتی که حد آن به مشتق محیط حضلولی در ربع پنجم میل می کند. حالا سوال 17 نمره‌ای. این اون سوال آسونه است بچه‌ها. عدد به دست آمده از سوال 1 را در 2 ضرب کرده و حاصل را در پاسخنامه بنویسید. تمام. استاد این که همون میشه. یعنی چی؟ سوال از این آسون‌تر؟ یه ضرب در 2 کردن بلد نیستین؟ این مال دوم دبستانه. همتون رو میندازم. شما تنبل‌ترین کلاسی هستین که من تو عمرم داشتم. آخرین نکته این که